زیر چتر رحمت خدا قرار میده، همه را زیر چتر عدالت، همه را زیر چتر انصاف و شایستگان تو چینی میکنه، شایستگان توانمندان را. متاسفانه این نشد و این وقت نگاه مذهبی، حالا این نگاه مذهبی نگاه سنی باشه یا شیعه باشه، او حلقه را تنگ میکنه، چتر محدود میکنه و لحاظ محدودیت ایجاد شد. به طیف خاص و قشر خاص آمدن بالا، آمدن وزارتخانه ها را در دوره مختلف گرفتن، ریاست های جمهوری را، مدیریت های کلان کشور را، مدیریت های منطقه‌ای را، استانی را گرفتن و ادعی را که گفته که این دین که نداری هیچ، همون دیندار هم گفته آقا این دیندار نگاه کرده که فکر آزاد داره، فکر وسیع‌تر داره، نه رفتن دنبال کسی که خیلی محدوده، خیلی تظاهر به دین بکنه، خیلی تظاهر به مذهب بکنه. بسیاری از اهل سنت که جای رفتن که گفتن که ما سنی، گفت که شما هیچ، همین دری که آمدید شما تشریف ببرید. وزیری پیش وزیری ما رفتیم، گفتم من برای یک اهل سنت که خیلی از مدیران توانمند بود، یعنی شایسته بود که به جای من وزیر بشینه، گفت من به اون معاونت زدم، به اون معاونت زدم 2 ماه تمامه که نامه از این دفتر به اون دفتر میره، از این دفتر به اون دفتر میره و تایید نمی کنه. وزیر هم هیچ کاری نمیتوانست بکنه، چون باید این ارگان ها هست که تایید کنن. اختیارات همه دادید به ارگان ها و بسیاری در ارگان ها جوان، تدبیر از پیران گرفته شد و تدبیر به دست جوانان افتاد. باید تدبیر پیر بکنه و جوان اجرا بکنه. جوان ها خوبن، زیباهن، لایقن، ولی هر کسی کاری داره. او کسی که عمری از سرش گذشته و تجربیات داره، او نباید کنار زده بشه. کار جوانا هم اجرا را بگیرن، هم تدبیر بگیرن. و لحاظ این مشکلاتی که دغدغه اهل سنت، دغدغه کل ملت ایران، شایستگان شیعگاه، من فکر میکنم که من میگم که کاش که ای عزیزان ما شیعه های توانمند می آوردن. حالا اهل سنت که حقشون ندادند که اون دو که باید بدن و شایستگانشون بیارن، شایستگان شیعه را می آوردن که به نفع مردم کار میکردن. نه، او شایستگان شیعه همینند که در اروپا به سر میبرند یا به غرب و کشورهای دیگر را دارن میسازن. خیلی ایران آدم توانمند داره، خیلی افراد لایق داره و اینا بالاترین سرمایه ایران و این مسائل دغدغه ها در همه ملت. امروز بعضی میگن که ما از مسائل کلی و ملی صحبت میکنیم و من دیده و دانسته از مسائل ملی صحبت میکنم. چرا که مسائل ملی اگر حل بشن مسائل محلن. ما هم جز ملت ایرانی. فرض کن اقتصاد ملیه، اگر ملی حل بشه اقتصاد محل میشه.
بسیاری معضلات ملی هستند که در ایران ملت ایران با مواجه است. اگر اینا حل بشن مشکلات ما حل میشه. ما مشکلات منطقه‌ای داریم، مشکلات مذهبی داریم، ولی مشکلات ملی در اولویت و مشکلات ملی حل میشه. و مردم بلوچستان، مردم اهل سنت هم در مناطق مختلف دغدغه دارن. یکی همین دغدغه به کارگیری شایستگانشون بوده، آزادی های مذهبی بوده، فشار مذهبی وارد نشه، مذهب در اختیار خودشون باشه، هر گونه عمل میکنن خودشون بدانن. در سیستان و بلوچستان دو نکته من یادآوری میکنم که خیلی دغدغه‌اند. یکی همین عرض کنم که همین طرح سواحل مکران هست و این که حالا این طرح چند سالی که درست شده و میخواهند که کل این سواحل بسیار قیمتی و اینها را بالاخره بیارند و کسان دیگر و این زمین ها را به همونها واگذار کنند و این سرزمین های هستند سواحل مکران یا مکران که مردم اینجا زندگی، همین مردم زندگی کردن، همین مردم برای حفاظت این زمین کشته دادن، همین مردم سختی ها را برای این زمین ها کشیدن. این حق همین ملته. اگر اینجا کارخانه نصب میشه، اگر اینجا پتروشیمیه و اگر دیگه کارخانه های عظیم و بزرگ احداث میشه، مشکلاتش را و ضایعاتش را همین مردم تحمل میکنن، باید منافعش را همین مردم در منافع شریک باشند. و اگر سواحل مکران میخواهد آباد بشه، اولویت با خود همین مردمه. و این مردم تعلیم بدن، باید این مردم دانش لازم این طرح کسب کنن، دانش لازم این کارخانه ها را کسب کنن که اینجا بتوانن کار کنن، دانش کارگری را. و این را هم باید نظام و حاکم و سیستم این برنامه ریزی را بکنه و خود مردم بیان این را آباد بکنه. و اگر معادن هستن، معادن اینجا بسیاری معادن خیلی بزرگ گنجهای در سیستان و بلوچستان است، کوههایی است که طلان و بسیار بسیار قیمتی چیزایی است که از طلا هم قیمتش بالاتره و اینها را شرکت‌های در تهران اینها را ثبت میکنن و اینها را ممنوع قرار دادن، کسی نمیتونه اینها را ثبت بکنه و میان بهره برداری میکنن. ضایعاتش، نقصانش، دودش به چشم مردم ما میره و مردم ما ثروتش که در استان هست حق اولویت به همین مردمه. دودش را اینها به چشم اینها میره و بالاخره اینها بر میدارند، از اینجا میبرن. کجا میبرن؟ خدا بهتر میدانه. اون طرف که ما اطلاعاتی که نداریم نمیتونیم قضاوت بکنه که کجا برده میشه. چه کسانی توی این فروزه های عظیم، توی معدن های بزرگ دست دارند و بالاخره برداشت میشه و این دغدغه بزرگ مردم استانان. اینها هم ملیان، این معادن بزرگ استانان. حالا یک وقت معادن کوچکتر هست، مشکلی نیست، ولی معادن های بزرگ که میتونه استان متحول بکنه، استان مشغول بکنه، استان آباد بکنه، این حق این مردمه. به هر حال من این عرض می کردم که الان یک دغدغه عمومی در ایران پیدا شده، در کشور ما پیدا شده
زنان و جوانان، طیف جوان و بخشای بزرگی از ملت نگران اینند که امروز کشور از همین نگاه که بالا آمده، به جای این که در این مرحله که میرسه خیلی رشد بکنه، خیلی ترقی بکنه، ملت سیر بشه، ملت آباد بشه، و چرا ما با این وضعیت گرفتاریم؟ به هر حال من عرض میکردم که او روز که ما تحویل گرفتیم از پهلوی، اون سیستم به پایان رسید و سیستم اسلامی آمد، رفراندوم جمهوری اسلامی انجام گرفت، دلار اما از اونها 7 تومانی $1 بود که تحویل گرفته. چرا امروز بیاید 50 54 53 بالاتر دلار بشه؟ حالا اگر به جای 7 تومن میشد 70 تومن، 70 تک تومانی، هم جای اعتراض بود. ولی نفت بشه از 7 تومن برسه دلار به 50 خورده هزار، چه مونده برای ملت؟ و این واقعا یعنی فشار سنگین بر مردم، و این فشار خیلی بر مردم و ملت سنگینی میکنه. همه طبقات متأثره، همه طبقات متأثره از این که پولشون بیارزشه. کارگرها را حالا تمام صنف‌های اعتراض دارن. کارگری میگه که آقا ما نانمون کفایت نمیکنه در آبادمون، باز نشستا به جای خودشون اعتراض دارن. معلمان، همه طیفات دغدغه پیدا شده، همه اصناف پریشان و نگرانن، و مدیریت هم با این سلسله که بالا آمده آخر بالاخره به یک جای بسیار به مدیران ضعیف گیر کرده و کشور که مدیران ضعیف از دستشون کار ساختن است. بسیار از اینا میگه که در اختیار در دست ما نیست، اما مدیر که ما میگیم ضعیفه، اونا بعضی میگن که نه اختیاری نداره، و تصمیم گیری جای دیگه هست. و چه میتونم بکنم؟ اصلاح طلبان یک مدت ملت به سمت اصلاح طلبان رفت، اونا اصلاحات مطرح کردن، چند دوره به اصلاح طلبان را دادن، تا آخر اصلاح طلبان که من هیچ کاری نمیتونم بکنم، اونا هم میگن که ما نمیتونم، اختیارات نداری. حالا اختیارات داشتن یا نداشتن خدا بهتر میدانه، ولی این حرف زدن. اهل سنت به اصلاح طلبان را دادن و رای کامل دادن و تمام وجود آمدند که این رئیس فلان رئیس جمهور بشه مشکلات ما حل میشه، و هیچ کاری برای اهل سنت انجام نگرفت. خیلی جزئی اگر بوده، خیلی ناچیز، چرا گفتن که اختیارات نداره. و مشکلات گفتن رفع کنن، در رفع مشکلات هم بعض دفاع هم می کردن، ولی اختیارات در دستشون نبود. آخری انتخابات دوره 13 ریاست جمهوری با همه چالشایی که وجود داشت، شیعه و سنی شرکت کردن، نه همه بخشه، و اهل سنت هم با اعتراض سرشون شدید شد، ولی رفتن رای دادن که مشکلاتشون حل بشه، و مشکلات ها سنگین تر شد، بیشتر شد. الان 10 نمازخانه در مشهد تعطیل کردن، و با جمهوری اسلامی نماز تعطیل میکنه. کی باور بکنه؟ اگر ما جای دیگه به کسی بگیم میگه که دروغه، نماز
نماز کسی تعطیل میکنه؟ بابا چی مسلمانی باشه که نماز تعطیل بکنه؟